حمله تند و طوفانی کیوان عباسی مدیر شبکه منوتو به پدر رها اعتمادی حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. حمله تند و طوفانی به حسن اعتمادی پدر رها اعتمادی این روزها حسابی جنجالی شده. از اونجایی که حسن آقای اعتمادی چندی پیش آمد و با منتشر کردن یک مصاحبه جنجالی با یکی از سردبیرهای قدیمی شبکه منوتو یه حرفای تند و تیزی زد که در نهایت دود این حرفا تو چش خودش فرو رفت. حسن آقای اعتمادی با ضمن انتقاد در قسمتی از مصاحبهش از کانال ما با عنوان حواشی زندگی گوگوش و صحبت‌هایی که از واقعیت‌های این خائن در مورد خانم گوگوش صحبت کرده بودیم انتقادات تندی کرد و در نهایت بعد از کانال ما از آقای محمود قربانی به عنوان همسر سابق خانم گوگوش انتقاد کرد و گفت محمود قربانی دیوانه است و باید ببندینش و این حرفایی که در مورد من میزنه و در مورد خیانت‌های من و پسرم به گوگوش میزنه اینا همه شایعه است. تا اینجای قضیه حسن آقای اعتمادی کانال ما و آقای محمود قربانی رو نشانه گرفت و در واقع اعلام کرد که واقعیتش اینا دروغ میگن که ما خائن زندگی گوگوش هستیم. ما اصلا گوگوش رو به خاطر پولش دوست نداریم و در قسمت دیگری از مصاحبهش آمد و بر ضد خودش همین حسن آقا صحبت هایی کرد که در واقع خیانت حسن آقا رو و پسرش یعنی رها اعتمادی رو به خانم گوگوش از زبان خودش به تصویر میکشید و خب دیگه اون موقع با حرفایی که خودش در ابتدا نقص کرده بود از جانب کانال ما آقای محمود قربانی و حرفای بعدیش در واقع این قضیه مشخص شد که حسن آقای اعتمادی یک آدم دروغگوی بیشتر نیست که خودش هم به خاطر دروغاش حرفاشو یادش میره و دشمنیشو با گوگوش خودش اعلام میکنه. دیگه نیازی به گفته‌های ما نیست. خب تا اینجا که خودشو بیچاره کرد و در مرحله بعدی انگشت اشارهش رو گرفت با آقای کیوان عباسی مدیر شبکه منوتو و در این قسمت هم اعلام کرد که شبکه منوتو فاسد و در واقع کیوان عباسی با ایران و با حکومت ایران همدست و از حکومت ایران میلیون ها دلار پول میگیره برای سرگرم کردن مردم که اینجا هم باز حسن اعتمادی دروغاش برملا شد و مشخص شد که همچین قضیه‌ای نیست و در مرحله بعدی حسن اعتمادی چند نفر از پرسنل شبکه منوتو رو مورد هدف قرار داد و تا میتونست راجبشون بد و بیرا گفت فلانی رفته داخل ایران ازدواج کرد و از طریق نسبتی که با پدر خانومش با انگلیسی ها داره تونسته ویزا بگیره که بعدها این آقا اومد گفت اصلا من ازدواج نکردم، قبل از اینکه بیام شبکه منوتو حدود 6-7 سال قبلش تو همین انگلیس زندگی میکردم و این حسن اعتمادی یک آدم شیاد و کلاه برداره که اگر بخواد بیشتر ادامه بده خودم تمام کثافتکاری و بلاهایی که سر گوگوش با پسرش میاره رو همینجا اعلام میکنم. این پرسنل شبکه منوتو که اسمش آقای علی حمید بود بر علیه حسن اعتمادی از زبان کیوان عباسی گفت حسن اعتمادی یک آدم روانی دروغگو مجنونه که در واقع اصلا این آدم و پسرش عقل و شعور درست حسابی ندارن. اینها روانی هن و افتادن به زندگی گوگوش و دارن گوگوش رو و زندگیش رو غارت میکنن و چپاول میکنن. متاسفانه در زمانی که این آدم بدون هیچ پایه علمی و بدون هیچ سواد درست درمونی آمد در شبکه منوتو انقدر بیکارآمد بود و انقدر بیسواد بود که نتونست یک سمت رو برای خودش حفظ بکنه، چون اصلا اینها توان مغزی ندارن، نه پسرش نه خودش و در واقع به زور پولای گوگوش بود که تونستن تا الانم دوام بیارن. همون موقع که حسن اعتمادی از این شبکه خارج شد پسرش رها اعتمادی و برادر حسن اعتمادی که در این شبکه بودند
در واقع از خوشحالی ذوق‌مرگ شده بودن. رها ذوق‌مرگ شده بود از اینکه پدرش رو از شبکه اخراج کردن و بیرون کردن. این پدر و پسر اینقدر دشمن هم بودن که گفتن نداره. الان هم به واسطه پولای گوگوش دور هم جمع شدن و مگسان دور شیرینی شدن. اگر پولای گوگوش و وجود گوگوش نبود و اگر اینا نمیتونستن گوگوش رو به اسارت خودشون بگیرن، الان باید به این آشغالا زندگی میکردن. چون بک‌گراند پسرش که کاملا مشخصه، اینا توی سوئد دیگه جایگاهی ندارن، آواره شدن. رها اعتمادی به خاطر فجایع و فسادهای اخلاقی بیش از حدی که در سوئد بار آورده، دیگه واقعا دولت سوئد اینو از این کشور خارج کرده. تنها جایی که چنگ انداختن و ازش آویزون شدن گوگوش و موقعیت گوگوش بود. اون هم آتیشی انداختن به زندگی گوگوش که تمام فک و فامیلاشو، تمام دوستاشو از گوگوش دور کردن تا نکنه که خانم گوگوش تحت عواطف خانوادگی قرار بگیره، تحت عواطف و احساسات دوستاش قرار بگیره و بخواد به اینها لگد بزنه و اینا رو از زندگیش دور بکنه. البته دیگه گوگوش نمیتونه این کارا رو بکنه، چون اینا مثل یک سگ هار افتادن به خونه و زندگی گوگوش و خب حالا دیدن که یک ثروت چند صد میلیون دلاری در اختیارشونه و به هیچ عنوان از این فرصت استثنایی و طلایی دست بر نمیدارن. و واقعیت زندگی گوگوش این هستش که متاسفانه گوگوش گرفتار شده و اینها به واسطه زندگی فوق لاکچری گوگوش به آزادی کامل رسیدن و الان قدرت نمایی میکنن و دشمنان شاهزاده رضا پهلوی شدن. پدر رها اعتمادی یکی از اعضای حزب توده هستش که یه آدم کاملا توخالیه و هیچ چیزی نداره و مغزش کار نمیکنه و کاملا روانی هستش و باید از رها و پدر او ترسید. این هم قسمتی از افشاگری جدید یکی از پرسنل شبکه من و تو از زبان کیوان عباسی بر علیه حسن اعتمادی بود و جالبه بدونید که حسن اعتمادی اعلام کرده که اصلا گوگوش بدون اونا نمیتونه نفس بکشه و در آخر میاد میگه که این ما هستیم که بدون گوگوش نمیتونیم زندگی بکنیم به خاطر فرصت هایی که داره. و خب ببینید این آدم همچنان تعادل روانی نداره و خب حرفایی هم که آقای قربانی بر علیه حسن اعتمادی و رها اعتمادی میزنن واقعیت داره و نزدیکان خانم گوگوش هم تایید کردن. به هر صورت آقای قربانی جزو نزدیکان خانم گوگوش هست بر اساس نوه‌هاش و ارتباط نوه‌هاش با خانم گوگوش. هر چقدر با گوگوش در ارتباط نباشه در جریان جزئیات زندگی خانم گوگوش هست. بنابراین لطفا نظراتتون رو راجع به خیانت‌های حسن اعتمادی و پسرش رها اعتمادی به خانم گوگوش در قسمت کامنت ها بنویسید. آیا به نظر شما رها اعتمادی و پدرش واقعا بیمار روانی هستند؟ آیا شما به عنوان منیجر خانم گوگوش رها اعتمادی رو قبول دارید یا به نظر شما باید خانم گوگوش از رها اعتمادی و پدرش فاصله بگیره و کاملا جدا بشه؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها راجع به این ماجرا بنویسید و لطفا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لینک این ویدیو رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر کنید. و ممنون که با ما همراه بودید تا یک ویدیوی دیگه. شب و روز بر شما عزیزان خوش.